یه بار یکی اومد تمام خانواده فشار آوردن بهش، گفتم برو دیگه فلان توی بانک نمیدونم رئیس بانک فلان جاست، این شکلی اون شکلی. همه خانواده هجوم آوردن به مامانم و جلو چشم من اومد به مامانم گفت نه من بچه‌تو نمیخوام. اومدم به مامانم گفتم مامان ببخشید که دارم زندگی تو خراب میکنم. خودمو سربار حس میکردم، منی که نخواسته بودم به دنیا بیام. من نخواسته بودم به دنیا بیام که مگه من خواسته بودم به دنیا بیام؟ مامان تو رو خدا منو نذاری بریا، قول میدم سربلندت کنم. زمانی که بانوی امارت میخواست پخش بشه، مامانم من جلو تلویزیون عین این آدمایی که بچه 2 ساله نمیتونست بشینه از ذوقش، نفسش بالا نمیومد، بالا پایین میپرید، خودی قشنگ اینجوری پیرنشو تکون میداد، هی پاهاشو میکوبید زمین، باورش نمیشد. من نگفته بودم نقش اصلی ام به مامانم. بعد از 19 سال من مامان بابامو با هم آشتی دادم. آرزوی اینا رو داشتم. آرزوی اینو داشتم که ما یه جا باشیم، مامانم بابام مثلا با هم دعوا کنن. آرزوی اینو داشتم که بابام به خاطر مامانم سر من داد بزنه و میشه الان این شده. من دنیا رو گشتم به هر چیزی که بخوای رسیدم که این دوتا رو به هم برسونم، چون من گفتم من میتونم یه خانواده داشته باشم، چرا نتونم؟ چون تونستم که مامان بابامو بعد از 19 سال کنار هم قرار بدم. الان پس چرا نمیگم چرا من؟ خیلی خدا قشنگ میچینه. ما اگه اونجا میموندیم مریم مومن بازیگر میشد، موفق میشد، چی کاره بود؟ تحتش هم ازدواج کرده بود، یه بچه بغلش بود. غیر اینه